امروز 14 ایون ما همین یونشقه 18 مای با دراب کرده بودیم. 29 مای با برای زرپیچک کار کرده بودیم. زرپیچک به حد بسیار بود زمین با ما درباره منمی گیربیسیت بیارده باشه. این مزت پیر پیلوت نوایش خطی کار کرده بودیم. 1 گکتار با 1 لیتر راسخوت کرده بودیم. 300 لیتر آب خطی هر 1 گکتار با 1 لیتری 1.5 گکتار زمین با کار کرده بودیم. همین زرپیچک نیست حضور. من همگی از این طرف تا این طرف 26-27 روز وقت گذشته است. توپ تازه یعنی خیلی زرپیچک نیست. برای همین به ملال نترسیده دهقانان با مراجعت من همین گیربیسیته این مزت پیر پیلوت کار کردنش ممکن هم کردی کدام زمین با زرپیچک باشد به خواطر کار کردن ممکن. فقط گکتارش با 1 لیتر بسیارتر باشد تا 1 لیتر و 200 گرم 300 لیتر آب کتی زیادتر هم آب باشد ضرر نمیکند کار کند. من نیست میشده است تماما نیست. من قاق شدگی من پیشتره همین زرپیچک بود. من قاق شدگی من اینجا نیست. من هم خیلی کار شد. من زمین توپ تازه